هموطنای بیباک و به پا خواسته، به کامنت این هفته خوش آمدید. منم سلام عرض میکنم و درود میفرستم و دستمریزات میگم برای اینکه یک بار دیگه زمین رو زیر پای خامنه‌ای بد جوری لرزوندید و رعشه مرگ به تنش افتاده. چه رعشه‌ای؟ بله آقا، از وقتی که قیام شروع شده خامنه‌ای 3 بار سر و عمامش پیدا شده، هر بارم کلی روزه خونده، در حالی که دفعات قبلی بقیه رو میفرستاد جلو، آخرش خودش یه بار میآمد یه روزه میخوند. داستان چیه این بار این کارو میکنه؟ داستان همون شعار بچه‌های با مرام اصفهانه که گفتن سید علی ببخشین وقتشی که بلند شید. بله سید علی ببخشین دیگه باید بلند شین. مثلی که عظما فهمیده این بار همه چی با اون دفعه قبل فرق داره. این تو میری از اون تو میری ها نیست. حالا سوالی که پیش میاد اینه که اینا کیان که عمود خیمه ولایت رو میگیرن اینطوری بردن رو ویبره؟ کیان اینا؟ جواب داده خامنه‌ای، گفته جوانای خام. نگاه کن. آها، اینا که تو صحنه بودن اینا کی بودن؟ اینا 2 دسته بودن. دسته دوم نوجوان خامیه، باش حرف میزنن، تحت تاثیر قرارش میدن، هیجان براش به وجود میارن. جوان هم هیجانی هن، نوجوان هم هیجانی هن. میان وارد میدان میشن، کارهایی میکنن که نباید بکنن. ما نفهمیدیم بالاخره داستان چیه که این خامنه‌ای هر وقت قیام میشه میاد میگه آقا یه سری جوون بودن، خام بودن، تحریک شدن، هیجانی شدن. چجوری همیشه این چند سال همینجوری جوونا خامن، پخته نمیشن؟ وقتی که قیام نیست دشمنای نظام همه پیر و از کار افتاده و سن و سال دارن. قیام که میشن جوونای ناپخته. میشن جوونای. بابا 40 سال دارن میجنگن هنوز پخته نشدن. یکی 2 تا نیست غم و مشکل و درد و سرام، دیگه ندارم جایی جز سر قبر امام. تا میگم بر بزنم میکوبونن تو دهنم، میخوابونن این تن و تو چفنم. هر روز یه لگد توی صورتمه، میبینی من نفله شدم آخ بسمه. بعد این که ولی امر مسلمین جهان بود و ام القرا بود و البته با اجازه اون دوستمون که اشکالات عربی‌ها رو درست تلفظ کن. ام القرا بود و بعد نمیدونم قدرت اول منطقه بود و موشک قاره پیما بود و حالا چی شده که این با اون همه اهن و طلب از جوانای خام و هیجانی اینطور به وحشت افتاده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ مگه ندیدی جلسه شو؟ یک گله بسیجی دست پا شکسته آورد ریخته بودن جلوی خامنه‌ای. رژه میرفتن. جمع بسیجی‌های عزیز هستی؟ بله. شما مجبور شدید؟ بله دیگه با هر چی داشتن زدن دیگه. اونی که با سنگ بود با سنگ زد، اونی که با چاقو داشت با چاقو زد، اونی که با پیشگوشتی هم داشت زد. 2 تا چاقو پشتم خورده، 5-6 تا هم تو سرم. یکی از انگشتام کامل قطع شد، یکیش هم تاندونش پاره شده. با چی زدن انگشتاتون؟ با قمه زدن. منم با قمه خوابوندن رو زمین رو زدن. 150 نفر. این تازه اونایی که میتونستن بیارنشون جلو دوربین. وای به حال بقیه. تازه اینا اونایی که شانس آوردن، یه سریشون که دراز به دراز افتادن، صحبت هم نمیتونن بکنن. از این ور به این ور شمشیر در آوردن، اینقدری که خورده که الان خطش روی این پام هم هست. سنگ بود یا هر چیزی دیگه‌ای به سمت ساق پای من حمله کرد، منو نشونه گرفته بود. ساق پام که شکست تا خورد، من تکیه‌گاهمو از دست دادم، افتادم زمین. بچه‌ها چند قدم که رفتن عقب، اینا اومدن و دیگه هر کس هر کی دستش بود به من زد. آجر و پاراجر اینجای سرمو نگاه کنید، هم تو جاش هست.
بعد جوری میزنه، بعد جوری کاراته میزنه. آره بعد جوری میزنه. اسم فیلمی که نشون میدین چیه؟ خشونت و کاراته. تازه خیلی عزت گذاشتم بهتون برین خدا رو شکر کنین که نزدم با چنگ روده هاتون و شکمبه هاتون نکشتم بیرون. اینا رو بپا شوخی مگه ملت یهویی بلند شد، بسیجی یا کف خیابونا پنشن. شوخی مگه دخل عظما رو بیارن، بادم جون بند زیر چشامون بکارن. شوخی مگه ملت یهویی بلند شد، بسیجی یا کف خیابونا پنشن. شوخی مگه دخل عظما رو بیارن، بادم جون بند زیر چشامون بکارن. آقا با این حساب عظما همه بسیجیاشو از دست داد که دیگه چیزی نمونده براش. معلومه که عظما رو نشناخته. درسته که ضحاک ماردوشه، اما یه چند ده ماری هم تو آستینش داره. تو رنگا و سایزا و پوششای مختلف. نگاه کن چند نمونهشو. با هر پوششی با هر اعتقادی پشتتیم آقا. ما اهل کوپه نیستیم علی تنها بمانه و یک وجب از خاکمون رو به بیگانه ها نمیدیم. من با این وضعیتی که اومدم نشون بدم که ماهایی که پشت کشوری مردم، نه اونایی که نشون بدید، اونایی که اختشاش میکنن. معلوم میشه که عظما تو توزیع ساندیس هم خورده به ناترازی، چون اینایی که ما دیدیم دیگه فیلم هم بلد نیستن بازی کنن. نه اینا هنرپیشه‌های اصلی داریم. یه نمونه اینا سیاه لشکرن. اینا سیاه لشکرن. نقش اولا رو صادر کرده به خارج کشور. یه نمونهشو نگاه کن. یعنی فیلم بازی میکنه. فیلم اون حرفه‌ای بازی میکنه، دقیقه‌ای هم پول میگیره. شما به یه مقر پاسگاه یک شهری حمله میکنید. اگر توی آلمان باشه با آمریکا کاری ندارم. شما برین هجوم بیارین طرف پاسگاه پلیس، حتما به تیر میبندنتون. خب همه میخوان که مردم تو خیابون بیان. آره مطالباتشون ولی به اشکال برنجا رو بگیرین تو خیابون، یک سری بچه 13-14 ساله رو بیارین که برنج ها رو تو خیابون بریزن، باش بازی کنن، بپرن بالا پایین. یعنی اینا میخواد تو کشور ما دموکراسی بیاره؟ نه. به شما من بگید اگر بیشتر به مردم رو به گریه بیاندازیم، من و شما بگیم بیشتر بریزین تو خیابون، آتش بزنین، حمله کنیم، با پلیس درگیر بشین، تعداد بیشتری از مردم کشته بشن، به کجا میریم در شرایطی که داریم لیبی رو دیدیم، سوریه جلوی چشممونه. اتفاق ونزوئلا همینجا از این فرصت استفاده کنن، در ایران نخواهد افتاد. در ایران نمیتونه اتفاق ونزوئلا بیفته. این جریاناتی که داره به فرموده انجام میشه، من قالب این تشکیلات رو محله فلان ما اینها رو از سال 60 از تشکیلات مجاهدین به یاد داریم. سفره تنگتر شده، خریدها به اصطلاح کوچیک‌تر شده، همه اینا رو میشه فهمید. ولی در نبود امنیت دیگه چیزی وجود نداره. ولی بابک اینایی که همه رو نشون دادی همه تکنمود بودن و پراکنده، دیگه خبری از لشکر سینه چاکان عظما نیست. اونم برات دارم. اتفاقا لشکر سینه چاکان عظما هم هستن. میلیونی تظاهرات، نه میلیونی، حماسه حضور میلیونی امت همیشه در صحنه. در کجا؟ کشمیر. با شعار راهبردی مرده‌باد. عمق استراتژیک تا اونجا هم رفته. استراتژیک. ایرانی که مجاهد و هم دوباره ساده، مرداباد آمریکا مرداباد. ریشتون رو تیغ بزنین، عباتون رو هم بکنین، بعد من مگه سولاخ مشگیر میاد، باباتون رو در میارم، رو قبر من بود میارم، بعدش بادم جون میکارم. بابک خامنه‌ای گفت اینا جوانای خام بودن و هیجانی شدن و این حرفا. اما الان ببین سخنگوی قضاییش چی میگه؟ میگه صحبت از تشکیلات و گروه و این حرفا میکنه. خاما رفتن. آره نگاه کن. باید اجازه بدیم تا هم ضابطین هم عوامل انتظامی و قضایی بتونن عوامل اصلی و پشت پرده و عوامل تشکیلاتی که در این جریانات حضور داشتن، حامیانشون، معاونینشون، مباشرین، مشارکت کننده ها رو شناسایی کنن یا کسانی که براشون تبلیغ میکردن رو شناسایی کنن. ولی در بین کسانی که دستگیر شدن افرادی از
کسانی که وابستگی به گروهک‌ها داشتن. چی شد پس جوانای خام بودن که الان صحبت تشکیلات میکنه؟ اینجاست که جوانای خام پخته میشن، میزنن دک و دنده عظما رو خورد میکنن. در مورد تشکیلات هم قبلا کارشناساشون آدرسشو دادن. در بیرون هم که ما تشکیلات نمیبینیم، تشکیلات فقط مجاهدین خلقن الان. پایجا به هم بریزه خب میاد. و تو با 50,000 نیروی تشکیلات خیلی کارا میتونی بکنی. دوباره میری خونه تیمی میسازی، دوباره میری اسلحه میگیری، دوباره میری اونجا خودت قایم میکنی. چون میگی من اساسا اصل مقاومت منم دیگه، خودشو تعریف میکنه، جمهورم برای خودش انتخاب کرده دیگه. سلطنت تشکیلاتشون کجا بود؟ من نمیبینم تشکیلات اونها فکر میکنن که از طریق ارتباط گیری مثلا با اسرائیل و یه نوع تامین اطلاعات امنیتی از جانب اونها میتونن بفهمن چه اتفاقی افتاده. وگرنه اونها من تشکیل 3-4 تا چیز ساخته شد، چه میدونم شورای گذار و فلان، از داره خود اینا خارج نشد دیگه. میگم ما توی این کامنت به وضعیت جسمی بسیجی‌ها پرداختیم، اما روحشون در چه حاله؟ روحشون توپه. الان نشستن برای تقویت دلهاشون و روحیاشون برای هم دیگه روزه میخونن. نگاه کن یه مدل روزهشون. شیوه جنگ و عوض کرد، اومد به میدون با تیغ شک و تردید، تو دل یارای علی خالی شد، تو لشگر علی که جنجالی شد، با افترا با الغای ناامیدی فتنه رو دیدی. فتنه اینه که توی تاریخ شنیدی. این الان جلسه تقویت روحیه بود، همش یه صحبت از این کردن که تو لشکر جنجال افتاده و دلا خالی شده و تردید و فکر کنم اشتباه انتخاب کرده بودم. من اگه پیشنهادم اینه که این نوحه رو بذارن، این نوحه با وضعیتشون بیشتر همخوانی داره. از نگاه بسیجی های مشنگ غم میبارد، هی میریزد ای پاسدار بیا برگردی، آی بیا برگردی. دشمن از ریختن پرها دارد میخندد، تا نگشتیم لط و بار بیا برگردی. خب بابک چه خبر از دولت زرشکیان؟ توی این وانفسا دولتی هم واسه عظما مونده؟ دعوا که نداره. آره اساسی فعال شده، داره کار میکنه. یعنی میخواد مشکلات جامعه، معیشت و اینا رو حل کنه؟ نه اونا رو گذاشته مرحله بعد. الان یک کارگروه تشکیل دادن برای اینکه ریشه های خشم مردم رو پیدا کنن. دستوری آقای رئیس جمهور دادن مبنی بر اینکه کارگروه ویژه‌ای تشکیل بشه از جامعه شناسان که علل و ریشه های خشم رو در نسل جوان به درستی شناسایی کنه و وارد راه حل های اجتماعی بشه، چیزی که طبیعتاً از اون غفلت کرده بودیم که دشمن توانست بر آن سوار بشود. اینا گرفتن خودشونو ریشه های خشم. ببین اصلا نمیخواد کارگروه تشکیل بدن. همین الان من ریشه های خشم میگم، همین خودت ریشه خشمی. هر کی تو رو بشنوه ببینه آنچنان خشمگین میشه میخواد صفحه تلویزیون رو بشکنه. اصلا کارگروه هم نمیخواد. اصلا خود عظما رو بیا 2 کلمه صحبت کنه، تمامی ریشه خشم اونجاست. حالا سوال اینه که این که حالا سخنگوی زرشکیان بود خودش کجاست؟ خود زرشکیان طبق معمول داره منویات عظما رو پیش میبره، گفته هر کی به عظما چپ نگاه کنه با من طرفه. عجب. یعنی الان حفاظت خامنه‌ای شده زرشکیان که خودش شاخص فلاکته. بله. من فقط میخوام به این زرشکیان بگم روزش که برسه عظما خواهد گفت پوزیده کدوم خریه. تو فعلا قاچ زینه اینم نمیشناسه. تو فعلا قاچ زینه بشه از بدجوری میزنه، کاراته میزنه زرشکیان. جسم عظما گشت کانون فشار، ای امان از ضربه های بیشمار. حال من هم این وسط بدحالیه، آخه خزانه ی دولت خالیه.
عظما می لرزد به خود همچون جله، ترس او از اختشاش و کوکتله. رنگی که این عظما بادش میزند، عاقبت ریشش رو آتش میزند. میگم الان که پاسدار سلامی و حاجی زاده و اینا نیستن، چون اینا اصلا متخصص قمپوز بودن دیگه. یعنی قیام که میشد در میرفتن تو بعد که قیام چه میشد میومدن شاخشونه میکشیدن. الان جای لات خالی کوچه‌های خلوت، احسن جای خالی اونا رو الان کی پر میکنه؟ عظما کیو داره؟ پیشکسوتشون سبزعلی رضایی. این یک مدالی داره. اگه گفتی چه مدالی؟ اون موقع که بریدن مد نبود تو سپاه، این اولین نفری بود که برید در مقام فرماندهی سپاه هم برید. ببین چه شاخشونه هایی میکشه واسه شرق و غرب عالم. خب آقای ترامپ، تو فکر کردیم ما بعد از اینکه یه حمله کوتاه مدت کردی دوباره تقاضای آتش بس میخوای بکنی؟ حتما بعد فکر میکنید ایران این بارم آتش بس رو قبول میکنه؟ من همینجا عرض میکنم امیدوارم حرفای من این آقای ترامپ بشنوه. ما توصیه میکنیم عقب برید دیگه، بیشتر از این جلو نیایید. ما اگر راه بیفتیم ما دیگه بحث آتش بس و این چیزا نداریم. ما هم الان به صراحت بهتون میگیم این ضرباتی که زدید، این خساراتی که تو این 50 سال وارد کردید، این هرچه ما داریم نجابت و صبر راهبردی به خرج میدیم شما توجه نمیکنید. ما اگه دوباره بیفتیم رو اون دوره دفاع مقدس جنگ از سال دوم به بعد، مطمئن باشید مشکلات جدی برای شما پیدا میشه. تو همینجا متوقف کنید برگردید. من صحبت‌های این سبزعلی رو میشنوم یاد اون جوکه میافتم که طرف محکم گذاشت زیر گوشه یکی دیگه بغل دستیش، بعد اون طرف گفت جدی زدی یا شوخی؟ گفت خیلی هم جدی زدم. گفت شانس آوردی چون من با کسی شوخی ندارم. حالا داستان خط و نشون کشیدن نه این که خب پارس خوابیده بود، اما سوال اینه که اقدام عملی که میخوام بکنن. بله اقدام عملی کردن، دارن مستندات جور میکنن که بفرستن اینترپول که برای رئیس جمهور آمریکا کارت قرمز، اعلان قرمز صادر بشه. خیلی کار کرده. لذا ما امروز علیه این افراد طرح دعوی می‌کنیم، شکوایمون رو به دادستان محترم تهران تقدیم می‌کنیم و این کار رو هم در محاکم داخلی هم در محاکم بین‌المللی انشاءالله دنبال می‌کنیم. ما شکوایمون رو به گونه‌ای تنظیم کردیم و با دقت نظر، با بررسی از تمام نظرات کارشناسانمون، حقوقدانان بین‌المللیمون به گونه‌ای مطرح کردیم که انشاءالله وقتی که منتهی به صدور رأی شد بتوانیم اعلام قرمز رو از پلیس بین‌الملل بگیریم. این کار رو حتما انجام میدیم و حتما اینا رو به پای میز محاکمه میکشانیم و پاسخگوی اعمال ننگینشان خواهند بود. توی بیت درازی چشمات میگه ناترازی، تو پیچت وا میشه با یه پاس تو فضای مجازی. کار تمومه وضع ما بحرانیه، وحشت از اختشاش باعث دل پیچه ما شد توی هر ثانیه. کار تمومه بسیجی یا الفدار، آخر به دام افتادی عین خوشل غم شدی یک عظمای بی اعتبار. حالا میریم سراغ کامنت یه جمله‌ای و این حرفای پاسدار لاریجانی. یک جریان در واقع مخربی و وارد صحنه شد که این از یک سازماندهی خاص برخوردار بود و ربطی به این اعتراضاتی که به حق ادعی داشتن در مسائل اقتصادی نداشت. اول یه جمله بگم بعد یه جمله رو بگم. نیاز نیست پاسدار علی لاریجانی اینقدر چی میگن هرس و جوش بزنه، عربده بزنه. اگه میخواد نظام سلطه رو بلرزونه، استکبار رو زمینگیر کنه، بگه دخترش از آمریکا بیاد ایران. همین نظام سلطه اصلا میریزه، فرو میریزه. دخترش آمریکاست. آره با دخترش رفته جایی اینو نگه داره که اوضاع قرمز شد این بدر بره. اصلا یه چارت من دیدم از دختر این تا نمیدونم خواهرزاده‌اش، برادرزادش، خانواده لاریجانی
هر کدومشون یه طرف. اینا مثل نوک کوه یخ هم، فقط نوکشون ایرانه، بدنه کوه بیرونه. این هم از کامنت این هفته و نگاهی گذرا به خبرها. ممنون که همراه ما بودید. من هم برای همه مردم ایران و قیام آفرینان آرزوی پیروزی می‌کنم.